لغزنده ترین حالت آسفالت زمانیه که اولین نم بارون میاد. پذیرش یه E250 سفید داشتیم که مشتری عزیز از شمال تشریف آوردن از شهر تالش که متاسفانه با یه نم بارون جاده لغزنده میشه و برای گلگیر عقب ماشینش حادثه پیش میاد و ما این گلگیر رو PDR کردیم و عین روز اول شد. بریم با هم دیگه ببینیم، خیلی جذابه. کارهای بنز E250 به پایان رسید و این گلگیر عقب که ضربه دیده بود و از فرم در اومده بود کاملا PDR شد و بدون هیچ عیب و ایرادی آماده تحویل مشتری عزیزمونه. البته ما این گلگیر رو لیسه گیری نکردیم. به درخواست مالک بهتر اینه که تو هوای بارونی بیشتر مراقب باشیم.